اینوبت اودینای و ساکن دهه سفیدوبه جماعت 20 سالگی استقلال نویه وخش هنوز سال 2012 از شوهرش اودینایف سید جلال جدا شد. اویله آنها زمان فرو پوشید که شوهرش زن نو گرفت. از بس که اینوبت اودینایف از سید جلال دو فرزند داشت، مادر شوهر سابقش مرحوم سیفالدین و موسر از زمین حولیه‌شان برای کلینی همکنون سابقش 12 سوتق زمین جدا کرد تا که نبیره‌هایش در کوچه نمونند. اینوبت اودینای و در این زمین خانه ساخت و اینک 10 سال باز با فرزندانش در این خانه زندگی میکند. اما بعد چند سال اودینایف سید جلال شاید با چنین گمان که به همسر سابقش ولی در اصل با دو فرزند خودش زمینی از حد زیاد جدا کرده است، او با دیگر اعضای خانواده‌شان به سودبازی سر کردند تا که زمین و خانه را از اودینای و اینوبت کشیده پس بگیرند. دادگاه سال 2018 از حق این زن و فرزندان او حمایت کرد و اودینای و اینوبت در اساس حلنامه دادگاه منزلش را به نام خودش اجرتگذاری کرد و صاحب سرتیفیکات شد. ولی اودینایف سودبازی را با کلین سابقش ادامه دادند و سال 2021 حتی توانستند که حلنامه دادگاهی را به نفع خود به دست بیارند. اودینای و اینوبت از این حکم به دادگاه عالی شکایت برده است. او در شکایتش می نویسد در مرحله کساتسانی حلنامه سودی قوه قانونی داشته را مد نظر کرده نشانداد جوابگران و شاهدان را دلیل اعتراف کردند، اما جوابگران و شاهدان قید می نمایند که زمین منزل استقامتی من مالکیت مرحوم مادرشان سیفالدین و موسره بوده، آنها میراثخوار به حساب می روند. اما مالکیت میراثی در اساس حجت‌های رسمی معین کرده می شود که زمین در آن من منزل استقامتی بنیاد کرده سال 2019 حجتگذاری نمودم به نام مرحوم سیفالدین و موسر یگان حجت نداشت و تا امروز ندارد و از این رو مالکیت میراثی شدن نمیتواند. اینچنین منزل استقامتی و زمین مرحوم سیفالدین و موسر در همسایگی من بود و جوابگران ادینایف سید جلال کبیر و بیبیگل ادینایف سید اکبر در منزل مرحوم موسر زندگی و زمین نزد اولگی او به اندازه 0.21 سوتق استفاده برده ایستادند. به نوشته اودینای و اینوبت شوهر سابقش با آنکه اینک 10 سال باز زن دیگر گرفته با آنها زندگی نمی کند، ولی در دادگاه گفت است که گویا در این خانه به سر میبرد و در بنیاد آن هم گویا سهم داشت و امروز همچون میراثخوار به آن حق دارد. این زن در نامه شکایتیش از دادگاه عالی خواسته است تا اعلنامه دادگاه نویه وخش ولایت ختلان از 5 فوریه سال 2021 و قرار مرحله کساتسانی دادگاه ولایت ختلان از 6 اپریل سال 2021 را بیکار کرده منزل و حوله او را نگیرند و او و فرزندانش را در کوچه نمانند.